سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: واکنش تند امارت اسلامی به بمباردمان‌های تازه پاکستان بر خاک افغانستان، توزیع زمین‌های رهایشی به 675 خانواده مهاجر بازگشت کننده در 5 ولایت کشور و هدف قرار گرفتن 4 پایگاه آمریکایی در اردن توسط سپاه پاسداران ایران. امروز چهارشنبه 20 ماه جوزای سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید که شب گذشته نظامیان متجاوز پاکستانی بار دیگر حریم افغانستان را نقض و خانه‌های ملکی در کنر، خوست و پکتیکا را بمباران کردند. به گفته آقای مجاهد در این حملات 11 کودک، 1 زن و 1 مرد شهید شده و 14 تن دیگر از زنان و کودکان زخمی شدند. سخنگوی امارت اسلامی افزوده است که ما این جنایت بشری و تجاوز را به شدیدترین الفاظ محکوم می‌کنیم. معاون سخنگوی امارت اسلامی افغانستان میگوید که در جریان 1 روز گذشته به 675 خانواده برگشت کننده در 5 ولایت کشور زمین رهایشی توزیع شده است. به گفته وی از این میان 320 خانواده در ننگرهار، 65 خانواده در غزنی، 100 خانواده در هلمند، 120 خانواده در فاریاب و 70 خانواده در نیمروز توزیع شده است. آقای فطرت افزوده است که تاکنون به صورت مجموعه 41841 نمره زمین رهایشی به برگشت کنندگان در کشور توزیع گردیده است. سید کریم هاشمی رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با جیف گریگو رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و آمریکا دیدار کرده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که در این دیدار پیرامون گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، ارتقای مشارکت‌های تجاری و گسترش روابط میان سکتورهای خصوصی افغانستان و آمریکا گفتگو شد. و در آخرین خبر سپاه پاسداران ایران اعلام کرده است که با استفاده از موشک‌های دوربرد خود 4 هدف مهم در پایگاه هوایی و مرکز کماندانی کنترل اردوی پاکستان در الارزق اردن را هدف قرار داده است. در اعلامیه سپاه پاسداران آمده است که در این حملات آشیانه‌های طیاره‌های جنگی F-35 آمریکایی نیز منهدم شده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.